هانا روز یا هانا کریر خودش توی دنیای مدیا رو سال 2016 شروع کرد، زمانی که مدرسه میرفت. هانا شروع کرده بود به فعالیت توی حوزه ماینکرافت و ویدیوهای پی وی پی میساخت که ماینکرافت پلیرها میدونن دقیقاً چه نوع مودی توی گیم هستن. هانا هم توی یوتیوب آپلود میکرد و هم توی تویچ استریم میکرد و همین هم باعث شد مثل خیلی از بقیه یوتیوبرهای ماینکرافت تک‌بعدی نشه و هر دو پلتفرم رو پرقدرت توی مشتش داشته باشه. 7 جولای 2020 یک کلیپ از مود بدوارز که اینم یه بخش دیگه توی گیمه گذاشت و ویو خیلی خوبی نسبت به خودش گرفت. این باعث این جرقه شد که ویدیوهای بدوارزش رو تقویت کنه و وقتی سر و کله قرنطینه پیدا شد، هانا هم مثل خیلی از یوتیوبرهای دیگه بیشتر به چشم اومد تا وقتی که به حدود 250,000 ساب توی یوتیوب و 290,000 فالوور توی توییچ رسید که قطعاً یه عدد خیلی بزرگ توی دوتا پلتفرم به حساب میاد. اینا سوای اینه که یه عالمه فالوور هم توی تیک تاک گرفت. به هر حال همه اینا باعث شدن که توجه یه سری دیگه از یوتیوبرها رو به دست بیاره که یکی از اونا دریم بود. یه سرور ماینکرافت به اسم SMP داشت و یوتیوبرهای بزرگ ماینکرافت اونجا بودن و با هم بازی میکردن و البته استریم میکردن. دریم هانا رو هم به اون سرور دعوت کرد تا باهاشون بازی کنه و همین باعث شد عظیم‌تر از قبل بشه. البته بعداً تقریبا هر یوتیوبری که توی SMP بازی میکرد با اتهامات سنگین مواجه شد و به نظر میرسید هانا تنها کسی بود که عاقبت به خیر شده بود، ولی خب نه، حواشی اون هم باهاش فاصله خیلی نداشتن. یه جورایی میشه گفت سقوط هانا اول با یک کلیپ شروع شد که چند سال پیش وقتی بازی میکرده به یه پلیر دیگه میگه ریتاردد. این کلمه توهین‌آمیزه و گیمرها میدونن که اون دسته از گیمرهای تاکسیک این کلمه رو به دیگران میگن و معنای فارسیش یه چیزی مثل عقب مانده میشه. این قضیه علیه هانا شد و مخصوصا توی تیک تاک توجه زیادی به خودش گرفت و همه شروع کردن بهش بد و بیرا بگن. هانا هم توی یه بخش کامنت توی یکی از کلیپ های تیک تاک گفت که شرمنده است به خاطر به کار بردن این کلمه. هانا گفت اون زمان 17 سالش بوده و الان 21 سالشه و بزرگ شده و اون کلمه رو نگفته و البته که اون سرور هم خیلی سمی و تاکسیک بوده. یه سری‌ها ناراحت شده بودن که چرا نیومده حداقل یه پست کامل راجع به این قضیه بزنه و فقط توی قسمت کامنت جواب چیز به این بزرگی رو داده. مردم توی توییتر هم بهش حمله کرده بودن و پشت هم بهش چیز میگفتن که یه توییت زد و نوشت اگه کلمه یه نگ به معنی همون انتقاد رو پشت یه پاراگراف فوش و ناسزا به من بنویسید، دلیل نمیشه که اونا واقعا انتقاد باشن و شما رسما دارید به من فوش میدید و اذیتم میکنید. برای فهمیدن درامای بعدی باید از یک کانال به اسم وایپرا بگیم. وایپرا 2020 کانال خودش رو تأسیس کرد و شروع به پست کردن ویدیوهای پی وی پی، یعنی همون سبکی که هانا میرفت کرد. بعد چند تا ویدیو وایپرا یه ویدیو ساخت که یوتیوبرهایی که پی وی پی میزدن رو بر اساس فن بیس هاشون و مهارت اون یوتیوبر دسته‌بندی میکرد. جای هانا توی اون طبقه بندی اون پایینا و رتبه F بود. 1 سال گذشت و هانا وقتی داشت استریم میکرد و ویدیوهای دیگران رو تماشا میکرد، کانال وایپرا به چشمش خورد. حدود 1 ساعت از ویدیوهاشو دید و حال کرد تا وقتی که رسید به اون ویدیوی طبقه بندی. رتبه‌ای که هانا توی اون ویدیو گرفته بود براش جالب نبود و سریعا ناراحت شد و قضیه رو شخصی کرد. هانا با فالووراش به وایپرا پوز داد که اون به اندازه هانا فالوور نداره. Bro, it's content. It's better content. I don't like this guy anymore. Listen, I'm gonna be real. You're boring, and there's a reason I have 2.9 million followers on TikTok, and you don't. هانا حتی اتهام زن ستیزی هم به وایپرا زد و این مثل برق توی فن بیس پیچید. چون این اتهام چیزی نیست که بشه ازش تو سال 2024 به راحتی گذشت و هر کسی که اسمش اینجوری شنیده بشه قطعا ضرر میکنه. ولی توی طرف دیگه قضیه وایپرا با یه ویدیوی منطقی جواب هانا رو داد. وایپرا گفت من هیچ موقع هیچ چیزی رو به خاطر اینکه زن هستی مطرح نکردم و اصلا این ادعا درست نیست. بعدش گفتش که درسته هانا فالوورای بیشتری داره و وایپرا هم توی این مسیر و اینجور کارا نیست.
2.9 million followers on TikTok and you don't. I mean, yeah, you're not wrong. I don't have 2 million followers on TikTok. One reason for that might be because I literally do not have TikTok. تمام حرف وایپرا این بود که این جوابهای هانا فقط به خاطر اینه که گفته توی PvP خیلی خوب نیست. این جواب وایپرا توجهات رو از خودش به شکل معقولی برد به سمت وایپرا و همه از اون حمایت کردن و هانا منفورتر از قبل شد. بعد از این چند تا اتفاق افتاد که حسابی همه رو گیج کرد. هانا در جواب ویدیوی وایپرا یه کامنت نوشت که من اتفاقا ویدیوهاتو خیلی دوست داشتم و حال کردم باهاشون که میدیدم و به همه هم گفتم برن ثابت کنن و به خاطر یه شوخی طنز و کنایه این اتهاماتو داری به من میزنی. اول بارو ببین قبلا چی راجع بهت گفتم و چی در مورد کانالت گفتم، بعد دوباره بیا. اما چیزی که مردم رو شوکه کرد این نبود، بلکه این بود که همین کامنت چند دقیقه بعد پاک شد. هانا توی اکانت توییترش هم چند تا توییت زد و عذرخواهی کرد که چقدر از حرفا و کارهایی که کرده ناراحته و حتی سعی کرده با وایپرا توی دیسکورد تماس بگیره ولی اون بهش جواب نداده. هانا ظاهرا یه اکانت شخصی و خصوصی هم توی توییتر، یعنی یه اکانت دیگه داشته که توی اون لو رفت توییت زده بوده که من از وایپرا تعریف کردم و فقط چند تا شوخی کنایه‌دار کردم و الان آدم بده شدم. اینا نشون میداد هانا انگار پشیمون نبود از حرفاش. البته باید بگیم لباسایی هم که هانا میپوشید جالب توجه بود و انگار میخواست همش خودشو فمینیست نشون بده. تمام اینا قبل از اتفاق وحشتناک آخر بود. همونطور که گفتیم هانا اعتبار تقریبا زیادی از دست داد. یکی از فنهای افراطی هانا اومد اطلاعات شخصی اون هیتر رو توی تمام توییتر منتشر کرد. اطلاعاتی مثل اسم، ایمیل، آدرس خونه و حتی عکس خونه اون فرد. این اتفاق خیلی وحشتناکه که یه هیتر صرفا به خاطر یه توییت تمام اطلاعات شخصیش لو بره، اونم وقتی که خود هانا یه بار که یه پلیر توی استریم اسمشو جلوی بقیه پلیر رو گفت بنش کرد به این دلیل که لو داده اون اکانت مال هانا بوده. این حواشی‌ها باعث شد هانا نزدیک 2 سال تو کانال یوتیوبش چیزی پست نکنه و کامل بره تویچ و اونجا استریم بکنه. شاید یه سری از اوقات این چیزا تقصیر هانا نبود، ولی مدیریت اون واقعا ضعیف بود و خیلی بهتر میتونست فن بیسش رو مدیریت کنه.